شکرانه پروردگار که جامعه ما الحمدلله کلا جامعه مسلمانه، ولی استاد متاسفانه همین وقتای اخیر در وسایل اجتماعی و از هر طرف دعوای هر خیلی دینهای و بتپرستی و زردشتی و همین خیلی نفرها پیدا شده که یعنی جامعه ما به همون دیگر دینها بردنی میخوان کشالا کردنی. اصلا همین قابل قیاس هست استاد که دین اسلام با دیگر دینها برابر میکنند یا میگن که دین اسلام دوامی همون باشد یا همین خیلی گپ ها هست. در حقیقت اهل باطل تلاش دارن که امروزها به اصطلاح مردم به اصل خود بازگردانند، به دین زردشتی بازگردانند یا به دیگر دین. مثلا در حیرت میشه که اصلا خودی مورخ‌ها اتفاق ندارن که مردم خواه ایران زمین باشد خواه ماوران نهر زردشتی باشند. مثلا قسم زیادی از شرقی خراسان یا ایران زمین میگن مردم بود پرست بودن. یا وقتا در خود ایران هم که با روم بیزنط همسایگی داشت، بعضی ها توجه به نصرانیت هم کرده بودن مثلا. لیکن آیا قابل قیاس است یا نیست؟ البته قابل قیاس نیست. یک دینی که روشن است، مبین است، آشکار است، الله تعالی فراورده است و ما اون دین یعنی که سلسله به سلسله میدونیم که از کی آمده است. خداوند توسط جبرائیل به محمد علیه السلام قرآن نازل کرد، از محمد علیه السلام صحابه ها گرفتن، از صحابه ها تابعین گرفتن و هر یکی از این تابعین دیگر هزارها شاگرد بردن، یعنی صدها نه بلکه هزارها شاگرد بردن که قرآن به یک سند محکم به ما آمده رسید که تا حتی یک حرف هم دیگر کرده نمیتونه. کسی تا حتی حرکتش هم دیگر کند استاذا دیگه تلقین میکنن که این غلط است. اما آیا این چنین احکام و این چنین مستحکمی در روایت را در مثلا اوستا که کتاب مقدس زرتشت شناخته میشه دیده بشود؟ قطعا که نه، دیده نمیشود. مثلا بسیار همین اوستا شناسا، بسیار انسانایی که به همین تاریخ قدیم ایران مشغول شدن. من مثلا دو کتاب اعتماد کردم. یکیش کتابی تاریخ ادیان و مذاهب در ایران از آن عباسی قاجاری و یکی دیگر این کتاب تاریخ ایران در قرون نخست اسلامی. اما مؤلف این جالبش اینه که مؤلف مسلمان نیست، نمیس است. نامش برتولت شپیلر. این یکی از خاورشناسای ایران شناس است یا خاورشناس است از آلمان. کتاب مریم میر احمدی ترجمه کرده. یعنی که در حقیقت معلومات های جالب نقل میکنه. اگر این کتاب مسلمان بنویس میگفتن که شاید که یک چیزی دینی شاید تهیه کرد که زردشتی رو قبول نکند. اما مؤلف هم تحلیل خوبی دارد در مسئله زردشتیت و دینهایی که پیش از زردشتیت وجود داشت. اگر مفصل‌تر در این مثلا چه ها آمده که اصلا کتاب استاد مفصل‌تر دارم برادر عزیز. مثلا در تاریخ ادیان مثلا نقلای جالب دارد درباره این چیز. مثلا میگه که در دوره هخامنشی‌ها، یعنی که مثلا مؤسسی هخامنشی‌ها کوروش کبیر است. در اون زمان مثلا صاحب چیز کتاب تاریخ ادیان در ایران میگه که در اون زمان زردشتیت وجود نداشت مگه در ایران. حالا که دعوا دارن که زردشت پیش 500 سال پیش از میلاد، یعنی که عمرش حالا تقریبا 2500 سال است، تقریبا به 3000 سال نزدیک است. هخامنشی‌ها باشن عیناً در همون زمان ها بودن و میگه که مؤلف کتاب هخامنشی‌ها خدایی داشتن که اون رو بغ مینامیدند. بغ یعنی به کلمه همون روسی باگ نزدیک است. و یکی دیگر برای مقصد این فایده از لطیفه هست، کلمه بغداد هم همین است. میگن که وقتی که خلیفه ابو جعفر منصور بغداد رو ساخته شد، بهترین مهندس و معمارهای سازنده رو وقتی آورد، اونها گفتن که کدام جا مناسب‌تر است، آب و هواش خوبتر است، شمال رفته آمده شو اینا. بعد همین حاضر بغدادی پایتخت عراق انتخاب کردن. بعد ابو جعفر پرسید اینجا نامش چی است؟ که بغداد. گفت که چی معنی دارد بغداد؟ گفت که بغ یعنی که خدا هست، گفت الله. داد یعنی که داد، یعنی که زمین داد خدا هست. حسابی آب و هواش و زیبا بودنش و همین چیزش. یعنی بغداد اصل فارسی داره، چرا که منطقه‌ها که خیلی با امپرای فارس احتکاک داشتند و نزدیکی داشتند. البته تاثیرش مثلا مدائنی که پایتخت ساسانی بود در عراق قرار دارد.
در بله. قسم شرقی ایراق که در حدود ایران قرار داره. خب میگه که هخامنشیان باغ مینامدند و در خود داریوش که دارای بزرگ میگن دارا میگه در همون کتیبه هایی که در زبان دارا نوشتن که اهورامزدا باغی بزرگ است و از همه باغان بزرگتر است. یعنی که بعد میگن که یگون کتیبه میگه در اون زمان در برای زردوش یگون اشاره نیست. مثلا امروز همون کروشی که برم چیش هست مقبرش هست در ایران میرم زیارت میکنم، لیکن در اونجا یگون اشاره به زردوشت نکرده. او یگون کتیبه های قدیمی نیست که میگه اشاره به بودن زردوشت در زمان هخامنشیان کنه. بعد خود دین زردوشت هم میگه که در یکتاپرستی بودن شک هست. میگه اینجا یک کریستیان سنگفته یک میخواه بخواورشناس دیگری هست میگه که دین زردشتی یکتاپرستی ناقص هست. میگه یعنی که نقصانش در است که میگه که ایزیدهای بسیار وجود دارد میگه در همین دین که همه آن در مزدا تجلی می‌یابد. مثل این نصرانی ها برداشتی همین کریستیان سنگ است. میگه که ما نمیتونیم باز دعوا دارن که زردشتی دین یکتاپرستی است و اگر بینیم اگر اینجا اینا غیر مسلمانان خیلی تحقیق کردن برشته که دین یکتاپرستی است، بلکه دین ثانوی هست. یعنی که دو تا پرستی هست و معنی اون که اونها بسیارتر خیر و شر چی میکنن، خدای خیر و خدای بدی، یعنی که هر دوشو تقریبا صلاحیتش برابر میدونن، نیروش هم قریب برابر میدونن. یعنی معلوماتی که کریستیان آورده در اون کتاب ایران در زمان ساسانیان است. همین چیش. خب خودی اگر زردشت بریم تولدش به یک روایت عجیبه در خودی اوستا آورده است که این ابراهیم پرداود میگه که من کلمه ایرانویج میگن، ایرانویچ میگن یا به اصطلاح میگن که ایرانویچ کجا است و تولد زردشت کجا است. این عبارت در حقیقت شاید بعضی رو به شوک میاندازه. میگه که یک جای تولد شده است که زردشت 10 ماه زمستان است، 2 ماه بهار است که تابستان است. یا بود دیگه کجا باشد این منطقه‌ای که 10 ماه زمستان دارد و 2 ماه بهار دارد کجا شدش بگیز دیگه. بنابراین این تا مفسرای همین عبارت گفتن که بعضی قزاقستان رفتن، بعضی خوارزم رفتن، بعضی گفتن که آذربایجان از اینا. یعنی که تا یک شخصی که جای تولدش معلوم نیست اینقدر اطرافش هنگام ساخته و یا پیغمبر فارس زبان یا پیغمبری نمیدونم چی بود، اینکه نمیدونن که کجا تولد شد. تو زمان تولدش هم اختلاف هست، تو بعضی تو 5-6 هزار میگن تولد 5-6 هزار سال میگن پیش از میلاد است و اون است. درباره اوستا باشد مفصل تر گفت زنه. اردشیر خورشیدی نام که از این انسانی که با اوستا و زردشتی سرکار داره میگه که فقط گوتها رو میگه زردشت روایت کرد. اون کتاب در حضور اوستا تقسیم میشه به یاسنا و چند قسم تقسیم میکنن کتاب 5 قسم تقسیم. کتاب اوستا 5 قسم تقسیم میشه. با اونجا یاسنا هست، یشتو، یاسپارتو واندیدو دستو، بعد خرد اوستا هست. 5 میگه که تنها گوتها میگه از زردشت است که میگه قسمت دیگری آنها رو انسان‌های گوناگون نوشتن. بیاد به قرآن قیاس کنید. یک کتاب است که تنها گوتهاش اون هم 20 و چند صفحه هست. 20 و چند صفحه. بعد از اون همین آدم سوال میگذارد یکی از محقق و پژوهشگران میگه که آیا یک دینی کامل میتونه که در 20 و چند صفحه بیاید تمام حیات مردم در بر گیرد؟ با خود گوتها ولی اصلا یک چیزی است که ترجمهش نفهمیدن و حالا اونم 100% نمیتونن بگن که این گوتها نسبت داده میشه به خود همون زردشت. جان کلینز میگه که نام اوستشناس غربی است، میگه که گوتها مبهم و نامفهوم هستند و حتی در ترجمه و تفسیر اتفاق نظر وجود نداره. گوتهایی که یگانه چیزایی که شما یعنی که سخنی زردشت شمرده میشه. اینچنین خجسته میستر یک از معبدای یعنی که ملاهای زردشتی در هند است. میگه که اگر درباره ترجمه گوتها موردی قبول باشد، میگه کلمات وجود دارد،
کلمات وجود دارد که معنای آن رو درست پیدا کردن ممکن نیست. محال است که ما معنای پیدا کنیم، امکان پذیر نیست. میگه اینها میگه که فقط اسلام است که قابل برتری مطلق الله است. یعنی که اینجا استاد باز همون مسئله دو خدایی، خدای نیک و بدی اشاره کرده. میگه که بین خودش انسانی که به اصطلاح تحلیل میکنه چه میگه سخنی خیلی موازن است، خیلی سخنی منطقی است. میگه که فقط اسلام است که قابل برتری مطلقی را به الله قائل است. ما باشیم میگه زردشتی میگه ما معتقدیم که شیطان تحت اراده مزدان است. یعنی همون باید که اهریمن توبه اهورامزدا نیست. این خودش نوبت زردشتی است. میگه که عقیده مؤمن است که اینا دو چیزی هستند که به هم چی برابرن، فقط که نیکی غلبه میکنن بالا و همین فرق دارن بالای بدی. بله. بعد میگه که مزد قادر مطلق نیست، میگه توانا هست لیکن قادر مطلق نیست. اگه تصور کنید من همین کتاب میگیرم با قرآن مقابل میگذارم، مثل قرآن چی میکنم، در حالی که چه خیلی گفتیم فقط همین گوتش از همون است، همون معلوم قدر زیر سوال است. علاوه بر این دیگر همه چیزهایی که در اون علاوه شده است از یک چند شخص علاوه شده است. تا میگن که از زمانی که ساسانی ها شدن از پی همین دین شدن دهم 200 سال 300 سال این کتاب جمع شده، کتاب شده است. اوستا مثلا بین قرآن و پیامبر ما فاصله ای نیست. پیامبر وفات کردن فقط صحابه همون چیزی که پراکنده بود قرآنی که در هر جا نوشته بود یک کتاب کردن در زمان ابوبکر صدیق، قرآن جمع کرد مصحف شد. بعداً در زمان عثمان عفان 4 نسخه کردن هم مصحف، بعد دیگه جو تقسیم کرد. یعنی که بین پیامبر مرگش و بین خودی پیدا مثلا مصحف رو نوشته شدنش 2 سال است. مثلا یکم مصحفی که نوشتن زمان ابوبکر، زمان عثمان مثلا سال 30 گویم تقریبا هم 25 تا 30 چه است 35 از 23 تا 35 12 سال است. یعنی دیر گیریم رویم که بعد از 20 سال پیامبر مثلا نوشته. اون که انسانایی که آزاد کردن حاضر بودن، همشون زنده بودن، میدونستن تا حتی وقتی جمع کنیم هر یک آدم همراه 2 شاهد آورد. وقتی ابوبکر صدیق مکلف کردن زید بن ارقم و دیگر صحابه ابن مکتوم مثلا 2 شاهد می اومد می‌نویست. میگه ها ما اینو شنیدم بگو، ما اینو شنیدم بعد می‌نویست. اکنون ما این کتابی که اینقدر ریشه ندارد یا ریشه سخت نه، شمال مجدی ما کتاب از من میبرد، میگن با قرآن قیاس میکنن و میخوام مردم گویم که گوش مردم پریده کنن که این کتاب مثل قرآن است. اون که ذکری از اونها در قرآن هم نیست. یکی از همین نویسنده‌هایی که همین دین ترغیب میکنن در فیسبوک نوشته است که چرا شما اینقدر با زردوشت هجوم میکنید و اعتبار نمیدهید یا زردوشت دینش همچون در قرآن ذکر شده است. آیتی را از سوره حج آورده است میگه دلیل بر ذکر زردوشت. حالا که اگر همه آیت ببینیم، آیت 17 سوره حج میگه که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. خب و میگه که ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. یعنی که اگر همه آیت ببینیم اصلا اینجا یعنی که قرآن تقریبا اینجا به مذمت آورده است اینجا. بله. چون که همراهی والذین اشرکوا آورد اینها. اگر ما با اون منطق این نویسنده گیریم به اصطلاح، اگر ما با منطق این نویسنده گیریم معنیش چی بشه؟ که اشراک شرک آوردن دین آسمانی هست. حالا که الله تعالی گفته است که ما بین شما و بین نصرانی ها، بین یهودا و بین صابئی ها، بین مجوسی ها و بین اونایی که شرک آوردن حکم میکنم روز قیامت. اینجا یکم کسی اعتراف نکرده، یکم تعریف هم کرده نیست. فقط گفت که مردم که اون زمان همین قدر تقسیمات داشتن، مثلا مردمی که در خاورمیانه بودن، الله تعالی به همین شکل اون خطاب کرد، گفت که بینشون ما حکم خواهم کرد. اکنون این آیت دلیل گرفتگیش از نظر ما هم خیلی تفت که انسانی که غرق میشود و به یک خاص هم باشد یکم چی همین قاپیده غرق نشوام میگد که رنگ همون شدیم. بله یعنی که بین او دیگه که یقین داره که قرآن یک کتابی هست که میتونه توسط اون کتاب خودش اثبات کنه. اما آدمی که قرآن اینقدر اعتقاد داشته پس برای کتاب‌های بیگانه که مثلا دست میزنه چند فقط برای خاطری نژاد تو بده، نشون که دینی با کلمات تو بده.
همون گوتها گفتید که با 20 چند صفحه چی است اوستا است هموها یک دربارش معلومات میدادی. خب گوتها رو همین پژوهشگرای از خود زرتشت میگن که گوتها حرفای عرفانی هست. عرفانی است. یگان احکام دارن دیده نمیشه. یعنی یگان چی حکمی احکامی مثلا که طهارت یا نماز یا فلان این خیلی چیزا میگه در اونجا دیده نمیشه. خود همین هم گویی بسیار چیز است. دینه که احکامش گم شده است. مثلا گوت اگر فقط همین حرف عرفانی باشد درباره نفس پاک ساختن اینا احکام که مردم که از اون پیغمبر نام باشه چخیل اونا کتاب دین خودشون عملی میکنن. خب یک دکتر فرهنگ مهرم دارن، اونم از اون چیزای اوستوشنوساز میگه که احتمال یونانی بودن خودی زرتشت هم هست. خودی زرتشت اصلش که کتابی به نام دیدی نو از دینی کوهن داشته است. در همون کتاب همین گپ میزنه که احتمال یونانی باشه. مثلا خودی گوته خیلی اثبات میکنه خیلی زرتشتی است. میگه که همین احمد پاکنیا یکی از علمای تاریخ شناس میگه که کلی کتیبه های باستان ایرانی میگه نقش رستم، خب نقش این همون نقش رستم نامجوی است که اونجا نوشته هم و 10 ستون از 10 ستون دارن یهون کتیبه های باستان میگه نام زرتشت نیست و اینا بکنه که یعنی اونها میگه اصلا زرتشت کی بود نمیشناخت. عجیب. مردم که در این کتیبه های باستانی با پیشتر اشاره کردیم با اینجا از اون خود مؤلفش اومد. وقتی که آمدند و کتاب جمع کردن شدن میگه که در زمان خسرو پرویز تحریری دوباره اینکه تازه اوستا سر شد، بعد همون زنده نوشتن همچون تفسیر به اوستا. زند این تفسیرش است. میگه که 348 باب دارد، 21 کتاب دارد، 350,000 کلمه دارد. میگه 1270 اینکه کلمه سال 1270 هم دیگه رو برداشت است. 1270 اگه نکته جالب ببینید امروز باز همینو کندای میکشن که مسلمانو همه کشتن به شمشیر اسلام آوردن این کردن اون کردن. بعد یکی از همین نسخه هایی که گفتیم که در زمان خسرو پرویز جمع شده بود سال 1278 یعنی که بعد از مسلمان شدن ایران 400 500 سالش هم کتاباشون رو برداشته است و کسی مانعی هم شده نیست. یعنی که آزادی دین در اسلام بدونه که چقدر کفالت داره. خب اکنون بعضی باز همین روایتی که در حقیقت خنده‌آور هم هست نسبتش، مثلا پلینی یک مورخی یونانی هست میگه که اواسط 2 میلیون بایت است. 2 میلیون بایت. 2 میلیون بایت. روید که اگر همین گپ راست باشه اکنون حوض آمده رسیده که بایتش چقدر از 2 میلیون. همین نوع علامت سوالی کلان است. یعنی این چیز وقتی دین وقتی مردم ترغیب میکنی این خیلی هوایی گپ زدن که نمیتونی مردم بگیرد ضروری خب باید اثبات کنی، اصلا ریشه باید مستحکم کرد بعد مردم میشه. بسیاری امنوی که در بریم کتاب اوستا کم بزنن یعنی که من میخوام زرتشت رو اثبات کنم بدونه چه خیلی هم بدونه اگر زبان علمی که تیازه ده اکادمی میگه که وقتی میخواد که دین جلوتیت شروع کنه میگه که روایت باستانی به اون دلالت میکند کی، یعنی که من بعضی چیزا خوندم در اینترنت گفتم در گوگل وقتی که یکم چیزا درباره زرتشت گفتم میشه یا اون اوستا رو اثبات کنه روایت باستانی کدام روایت کی روایت کرده در کدام کتاب نیست. اصل وقتی انسان یک بزند باید هر گپش در پاورق بیاره که این فلان کتاب است، فلان صفحه است، طبعی فلان مکتبه است. یا اینکه میگه که موافق روایت کدام روایت بازم پاورها طبق شاهنامه. خب شاهنامه مثلا ما داریم نسخه اینجا مثلا شاهنامه ما مثلا انسانی که پژوهشگر است اصلا باید همه کتاب با خبر باشه. آیا شاهنامه کتاب تاریخی است؟ یک کتابی مثلا که اسطوره هست، افسانه‌هایی که مردم دهم به دهم میگفتن همون آورده است مثلا آیا آمیخته همین چیزها هست؟ خب برای اون که میخوان که همین حقیقت فهمن در بی بی سی یک برنامه از پرگار میگن در همون چیزی بی بی سی درباره همین چیز 2 نفر مناقشه دارن که آیا با این شاهنامه میشود تاریخ اثبات کرد کتاب تاریخی است یا نیست. بعد هم میگن که موافق معلومات‌های تاریخی و تحقیقات عالمان، یعنی که این چیز هم البته یک گپی به اصطلاح عربی فضفاض است، یک گپی وسیعی هست.
باید قید کرد کدام عالم کدام معلومات تاریخی کدام عالم تحقیق برده است. خب بعد به همین چیز میتونه که دین خودش اثبات کنه که این خیلی آمده چیزای هوایی روایت‌های باستانی موافق روایت موافق شاهنامه موافق نمیدونم چی همه مجهول. بله یه چیزی هست که نامعلوم است خود دقیقا. به همین میخوان که مردم باز از این دینی حقیقت دینی مبین دینی آشکاری که یکی از چی است دین‌هایی است که با سلیقه مردم به سریشت مردم یگون ضدیت ندارد اسلام. بله. استاد گفتید که گوتها احکام ندارد، یک عرفانی است. عموما احکام در اوستا چه احکام کجا ذکر شده یا بعضی احکامش اگر آمده باشد مثلا میگه که در خود اوستا بعضی دعاهای روزانه و چیزا هست. درباره مثلا وندیداد یعنی که وندیداد میگه که قانونی که ضد دیو است، دعاهایی که مثلا انسان عاده حفظ میکنه که عجین نمیخه چیزا هست. لیکن در اون تفسیرشون آوردگان بعضی احکام رو در حقیقت مؤلفی همین کتابی تاریخ ادیان و مذاهب احمد چی نامش عباس قادیانی میگه که بعضی حکم رو میارد بعد میگه که همین سبب شد که مردم ایران میگه اسلام به زودی قبول کردن چون که دین منطقی بود اسلام. خیلی مثلا میگه که لمس مرده میگه غسل رو واجب میکرد در دین اونها با آب یا پیشاب گاو. توصیه میشد که انسانی که مرده قبیلگی است باید به پیشاب گاو چی کند؟ غسل کند. اگر پیدا نشود و باول عائله ای که میگه که با محرم خودش ازدواج کرده است، یعنی که پیشاب شخصی که با مادرش و با خواهرش و با دخترش و با جیانش ازدواج کرده است به همون باید غسل کند تا اینکه از همون نجاستی که از مرده رسیده است همون تازه شود. یکی از احکام شد. بعد میگه که اگر زنی باردار سقط کند یعنی که بچهش افتاد ناپاک باشد میگه چون که نظر مرده به اون افتیدگی است. یعنی که نظر مرده کودک شده نظرش به همون زنک افتیدگی است. بنابراین میگه که چی است زنک نجاست میشه. در این حالت باید میگه در رحم او ادرار و خاکستر رو مخلوط نموده خب کرد بچه‌دان زنی که تازه کنند برای سقط. تصور کنید که زنی که بیچاره چه به یک نمود این تمسخر است با زن و زن با همچون وجود باید که خاکستر با همون چیز مخلوط کنن به ادرار. خب بعد چی با همون وایش داخل کنن تا اینکه زنک گوید که با همین چیز پاک شود رحمش پاک شود. خب میگه که اگر مدتی حیض زن طول کشد در این حالت میگه باید به پیشاب گاو آب بازی کنه. ها یک چیز دیگر نگفتن مونه که مؤلف کتاب ایران در زمان ساسانی میگه که پس از فتح اسلامی روحانیان زردشتی به خلاصه آمدن که میگه که مبانی دین رو استوار سازن و لذا به حذف اساطیر و افسانه ها در مثلا تکوین جهان سر کردن. بسیار چیزی که افسانه بود همش حذف کردن. یعنی اگر حذف کردهش اینقدر باشد تصور کنید که اگر این حذف نمیشد چه چیزهای عجایبی مثلا ما میدیدیم. خلاصه همین بود بعضی از ببینیم که چیزهایی که جمع کردیم خیلی با عجله جمع کردیم در اطراف این چیز. لیکن اگر باز پژوهش خوب بشود ان شاء الله نتیجه باز اینم خوبتر میاد که در حقیقت دو دین قابل قیاس هم نیست. خیلی دینی که محکم و مستحکم خیلی گفتیم روایتش اومده از پیامبر. اگر همین خودی سلسله اسناد حدیث ببینید معجزه هست که یگون ملت این سند داره یگون دین این سند داره روشی روایت کردن حدیثی که فلانی از فلان تا حالیه علومی هستن که کتاب بخاری تا خود پیامبر سند داره قرآن تا خود پیامبر سند داره. یعنی یگون انسان هست که یگون حدیث از زردشت داشته باشه که تو زردشت سند داشته باشه یا تو اوستا رو سند داشته باشه مثلا کتاب اوستا رو روایت داشته همون گوتهاش عقل داشته باشه یا نه مالش بسیار تفسیری که زنده که در زمان ساسانیان نوشته شده یگون سند داره یگون کس چیزی نیست. چگونه میاره این کتاب الهی کتابی که بزرگ است کتابی که محکم است استوار است بالای همه کتاب‌ها حاکم است میاری با همین کتابی که اصل و فصلش معلوم نیست کیها علاوه دارن معلوم نیست. طبق ما که مورخایی که این شپیلر هم آورد که خودی عباس قادیانی هم آورد معلوم نیست کیا علاوه دارن کی آورد روحانی ها
ریحانه‌های زمان ساسانی در آوردن و دیگه بعد اونها کیان چه آیا درجه علمی مستحکم داشتن نداشتن، تحقیقات داشتن نداشتن، به چی حق اونها با اون علاوه کردن نکردن. همه اینها در حقیقت بیان میکنه که قرآن کتابی قابل مقایسه در کتابی است، چون کتاب الهی هست. بله. استاد از گفته‌های شما باز یک چیز عجیب ذهنم اومد که ببینید که انجیل که مثلا 2000 چند سال شده است، پاپا اهل کلیسا جمع شده از 100 و چند نسخه، مثلا 4 نسخهش به 4 نسخه گفتن که 4 نسخه این 4 نسخه معتمد است گفتن. یعنی همون هم یک نسخه معتمد با روایت ها نیست. اکنون تصور کنید که اوستایی که 4000 سال و 5000 سال میگن یگان روایت نیست، یگان سند نیست. گفته شما با این کتاب بزرگ، با قرآن کریم، با قرآن معظم، کتاب الهی عموما قابل قیاس نیست. خداوند هدایت کند اون نفرهایی که دعوای اکادمی میکنن، اون نفرهایی که کتاب‌های تو فلان صحیفه خون اول تو این کن و کن اصلا پا بر هوا بود از گپ‌های آنها. الله هدایتشون کنه. یعنی دیگر قضاوت به بیننده ها است. بله. مشاهدینای گرامی خود قضاوت کنید، یعنی که هر دو کتاب مقایسه کنید، به چه طرز ایناش آمده رسید، به چه طرز ایناش آمده رسید به ما. آیا قرآن الهی دارد غیر از سخن خدا هیچ نیست؟ تا قرآن مقدمه نداره. مقدمه نام مؤلفش هم نیست، چون که الله تعالی هست. یعنی که قرآن همه مؤلفا کتاب می‌نویسن میگن که ما عذر می‌خوایم که خیر کم کاست هست، انسانگری هست، این اون، که قرآن یگان عذر نمی‌خواد از کسی. سخن خدا هست، محکم است، استوار است، بنابراین قابل قیاس هم نیست. بیننده عزیز، دیگر بار دیگر میگم که قضاوت از شما هست. شما رو تا دیدار آینده به پناه الله تعالی می‌سپاریم. خدا نگهبان تو باشد. استاد سلامت باشه. خداوند پاداشی نکتون ده.